به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 25 ینور این موضوع ها را داریم. حادثه تکرار می شود. قسمی از بازار سلطان کبیر در دوشنبه به کامی آتش رفت. وزارت کارهای داخلی پرونده جنایتی باز نمود. پلیس روسیه در جریان اعتراض طرفداران الکسی ناوالنی منعقد سیاست‌های کرمل هزارها نفر را بازداشت کرد. مکتب‌های نیم ساخته و ناساخته و یا چرا تا به حال مشکلات بی مکتبی در تاجیکستان حل خود را نیافته است. رایون میخونن کودکا پول صرف میکنن میرن میخونن مکتب که نیست در این مکتب 3-4 بحث میخونن. صبح امروز در کلانترین بازار فروش مسائل ساختمانی دوشنبه سلطان کبیر سوختار به عمل آمد. برای خاموش کردن علنگای آتش صدها آتش نشان و کارمندان دسته تعینات مخصوص سفربر شدند. وزارت کارهای داخلی گفت آتش نشان ها به مبلغ 2 میلیون سومانی مال و محصولات مردم را از سوختار امین نگاه داشتند. جزئیات در گزارش مولا رجبی صوفی و شهلوی عبدالله. سوختار تقریبا ساعتهای 7:30 اینجا پشت سر من در بازار سلطان کبیر در رسته فروش چرخه ماشین و مبل سر زد. علنگه آتش تا آنجا بلند بود که دود آن را از کناره های اینجا هم مشاهده کردن ممکن بود. مسئولین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فوراً به جای حادثه نیروهای ویژه را فرستادند و صاحبکاران و ساکنان را اجازه ورود به بازار ندادند. دهها ماشین آتش خاموش کنی هم در اینجا دیده شدند. هرچند ساکنان از کار آتش خاموش کننده ها ناراضی بودند و بعضی صاحبکاران میگفتند به آنها اجازه دادن نمی شود تا اموال خود را از داخل بازار بیرون کنند. مسئولین بخش آتش نشانی گفتند به خاطر بی‌خطری اجازه نمیدهند که کسی وارد بازار شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد 3 ساعت حادثه گفت سوختار در نتیجه رسش کوتاه ناقل‌ها سر زده 2 ایوان فروش مال‌های پلاستیکی را فرا گرفت. اطلاع آلترناتیوی درباره سبب‌های سوختار فعلا معلوم نیست. دقیق نیست که چگونه متخصصان وزارت کارهای داخلی دوام 2 ساعت معین کردند که سبب سوختار رسش ناقل است. مقامات گفتند برای خاموش کردن آتش 16 اتوماشین آتش نشانی فرستاده شد و علنگه آتش بعد 2 ساعت خاموش کرده شد. هرچند برخی از شاهدان حادثه از کار آتش نشان ها ناراضگی داشتند که سر وقت آتش را خاموش نکردند. طبق حساب پیشکی مقامات سوختار روز 25 ینور تخمینا 800,000 سومانی خسارات داشته است. خبرگزاری از پلوس نوشته است آتش میدان 610 متر مربع بازار را فرا گرفت. وزارت کارهای داخلی گفت پرونده جنایی آغاز کرده سبب‌های دقیق حادثه معین کرده می‌شوند. این آتش سوزی اول در بازار سلطان کبیر نیست. در آتش سوزی ماه ایون سال 2018 در سلطان کبیر 21 مغازه و دکان به کام آتش رفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از یک حادثه دیگری فلاکت برد در شمال تاجیکستان خبر می‌دهد. چند ساعت پیش در چویخانه سمرقندی شهر پنجکند بالون گاز ترکیده است. در نتیجه 12 نفر جراحت برداشته و به بیمارستان انتقال یافتند. مقامات میگویند این حادثه تلفات جانی در پی نداشت. وزارت در خبرنامه‌اش نوشت ترکیش با سبب رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری به عمل آمد. جزئیات دیگری حادثه در دست نیست. مقامات انتظامی روسیه در پی تظاهرات خشونتبار روز 23 ینور نسبت بعضی اعتراضگران برای بستن راه‌ها و خلل‌دار کردن حرکت نقلیات مردم پرونده باز نمودند. در جریان اعتراضها در سرتاسر روسیه که با طلب آزادی پیشوای مخالفان الکسی ناوالنی تشکیل شد و یکی از تظاهرات بزرگ ضد حکومتی بود، هزارها نفر را دستگیر کردند. موضوع را طاهری سفری ادامه می‌دهد. اینجا مسکو است و ماموران پلیس روسیه از همین راه تظاهرات طرفداران الکسی ناوالنی پیشوای مخالفان را پراکنده کردند. روز 23 ینور هزاران نفر در پایتخت روسیه و دیگر شهرهایان به ضد بازداشت الکسی ناوالنی راهپیمایی و اعتراض داشتند. در بعضی از شهرها تظاهرات به برخورد با ماموران پلیس پیچید. تظاهرگران آنها را فاشیست می‌نامیدند. با گفته سازمان‌های غیر حکومتی بیشتر از 3000 نفر دستگیر شدند. تظاهرات بعد از آن سر زد که مقامات روسیه هفته گذشته
الکسی ناوالنی پیشوای مخالفان و منتقد سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را دستگیر کردند. او بعدی بازگشت از آلمان در فرودگاه دستگیر شد. ناوالنی را برای معالجه به برلین برده بودند. کشورهای غربی حکومت روسیه را برای بدرفتاری با تظاهرگران تنقید کردند. وزیر امور خارجه فرانسه چنین عملکردها را لغزش به سمت خودکامگی در روسیه خواند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات حفظی حقوق آخر هفته گذشته چند خانه نفساخت در محله حسن‌آباد شهر دوشنبه رو تخریب کردند. آنها گفتند ساکنان به اجازه در جای شیناندن ارچه ها خانه ساختند. مردم باشند میگویند که برای بنیاد منزل از مقامات حجت داشتند. این خانه را نه فلاکتی طبیعی بلکه اکسکواتر ویران کرده است. مقامات روز 21 ژانویه حدود 15 خانه نوساخت را در محله حسن آباد شهر دوشنبه ویران کرده اند. خبرنگاران ما یک روز بعد حادثه به این محله رفتند. ساکنان محله هرچند راضی نشدند که در ویدیو با رادیو آزادی صحبت کنند، اما گفتند که مقامات به دلیل آن خانه ها را ویران و ولنگار کردند که گویا ساکنان این محله به غیر قانونی زمین ها را غصب کرده در آنجا خانه بنیاد کردند. ساکنان میگویند که آنها حجت را از مقامات محلی حکومت دولتی دریافت کردند، اما مقامات شهری و جمهوریوی حجت های آنها را قبول نمی کند. در این خانه ها روزی ویران کردن کسی نبوده است و گفته مقامات خانه ها به اجازه ساخته شدند و اینجا باید ارچه‌زار شود. چندی از ساکنان محله گفتند در دست سند، شناسنامه تکنیکی خانه، عکس کیهانی و قرار برای جدا شدن زمین را دارند، ولی مقامات آنها را اعتراف نمی کنند. حسن آباد یک محله نوبنیاد است که در تپه های شمال دوشنبه قرار دارد. مقامات دوشنبه میگویند موافق طرح گنرالی پایتخت در زمین های این محله باید ارچه و درختان آرایشی شینانیده شود، چون برای بنیاد خانه موافق نیستند. یک مسئول اداره زمین ناحیه سینای دوشنبه که نخواست نامش برده شود گفت قبل از ویران کردن خانه ساکنان را آگاه میکنند. موضوع تقسیم ناعادلانه پارچه های زمین سالها باز در تاجیکستان داغ میماند. برنامه خبری رو ادامه میدهم. روز 24 январ در دهه مترونی جماعتی از گلوم سنگ ریخته و به چند خانه آسیب رسانده است. حادثه نصفی روزی به عمل آمده. خانه ساکن دهه نوروشو مرد خدایف و چند عاقل مردم رو نیمه ویران کرده است. کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نوار از محل حادثه گفتند ضمن افتیدن سنگ پاره به منزل این ساکن کودکانش در اتاق دیگر می نشستند و خوشبختانه زیان ندیدند. نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده نویه ونج میگویند خسارات رسیده به ساکنان دهه را حساب دارند. بینندگان عزیز، اگر شما نیز شاهد یگان حادثه شدید لطفاً خبر و نوار خود را به عنوان رادیو آزادی ارسال بدارید. با وجود اختصاص میلیون ها دلار برای بنیاد و از نوسازی مکتب های تاجیکستان، هنوز هم هزاران کودک تاجیک برای گرفتن تعلیم مجبورند راه های طولانی را طی کنند. مقامات وعده می‌دهند که در فکر حل این مشکلات هستند، اما نه همه والدین به وعده‌های مقامات باور دارند. علیشیر ظریفی و امرالدین اولیموف تحقیق نمودند که ریشه‌های نارسایی مکتب و یا در حال نیم ساخت باقی ماندن آنها از کجا آب می‌خورند. شاهنازه همراه دوگانه‌اش همه روزه از نزد این بینای نیم ساخت می‌گذرند. او در صنف ششم می‌خواند.
و زمانی که به صنف یک میرفت ساختمان این بنا را شروع کرده بودند. آن وقت با تنتنه گفته بودند که به زودی مکتب نو درهایش را باز میکند. شاهنوزه آرزو داشت در این مکتب تحصیلش را ادامه دهد، ولی با گذشت 6 سال نیز ساختمان مکتب به انجام نرسید. شاهنوزه و همسالانش هر روز بیش از 1 ساعت راه را طی میکنند تا به مکتب دهه همسایه برسند. خانه‌مان از مکتبمان در مکتب رقم 25 اسرائیل خیلی دور است. من از ساعت 12 از خانه میبرایم تا ساعت 1 یا 1:30 در مکتبم میرسم. محله استقلال شهر وحدت حدود 3000 خانواده در این دهه همه روزه فرزندانشان را برای تحصیل به مرکز شهر و دهه های اطراف میفرستند. نمی طلبان شوری بالا میره، نمیش جمع نمیش زیاد امورای پایین بسیار در رایون میخونن. کودکا پول صرف میکنن میرن میخونن. مکتب که نیست در این مکتب 3-4 بحث میخونن. با مدد سرمایه گذاران عرب در حجم 12 میلیون سومانی برای این دهه باید مکتبی 3 آشیانه می ساختند. بعد بنیاد آشیانه یکم ساختمان در اینجا باز ایستاد. در ریاست معارف شهر وحدت گفتند بعد از خود کردن 1 میلیون سومانی مبلغ جدا شده از طرف پدرچی طرح سرمایه گذاران از انتقال مبلغ باقی مانده دست کشیدند. دسترسی به تحصیل و دور بودن مکتب ها در دهه های تاجیکستان از مشکلی هایی است که پیوسته شکایت پدر و مادران را به بار می آورد. طبق اطلاع رسمی حالا در کشور که نزدیک 10 میلیون اهالی دارد 4000 مؤسسه تحصیلات عمومی موجود است. حالا دهه های دوردست و مناطق دوردست گپ دیگر است. مثلا داخل دوشنبه هم یک از موضوعات کلان همین است. در یک صنفخانه که مثلا حد اکثر باید از 25 نفر یا از 20 نفر بیش نباشه تا 40-45-50 نفر میخوانند. مسئولان وزارت معارف و علم کمبود مکتب ها را به افزایش اهالی و بنیاد محله های نو ربط می دهند. آنها می گویند همه ساله مکتب های نو هم بنیاد شده ایستاده است. در سال روان زیاده از 150 بنای مؤسسه تعلیمی برای زیاده از 36,000 جای نشست ساخته مورد استفاده برای قرار داده می شود. هماهنگی ناکفایه میان مقامات، کمبود سرمایه گذاری، فساد و وجود نداشتن برنامه‌های مشخص را کارشناسان از عامل‌های می‌دانند که با گذشت نزدیک به 3 دهه از صاحب استقلالی تاجیکستان نمی‌گذارند مشکلات چون دسترسی نورسان به مکتب حل شود. وزارت مهنت توجیکستان میگوید گروه اول ساختمانچون توجیک روزهای نزدیک به شهر ایرکوتسک روسیه برای کار انتقال داده میشوند. قرار است صدها شهروند توجیکستان در این شهر در موافقه با 3 شرکت ساختمانی با جای کار تامین شوند. این شرکت ها وظیفه‌دار شدند که توسط پرواز ویژه کارگران توجیک را به روسیه برسانند. همه سال بیش از 1 میلیون شهروند توجیک در جستجوی جای کار عمدتاً عازم روسیه میشوند، اما بعد از خروجی بیماری همهگیر کووید 19 در بهار سال گذشته مرزها بسته و پروازهای منتظم میان این دو کشور قطع شدند. در طول یک سال اخیر صدها هزار مهاجر کاری توجیک نتوانستند طبق معمول خود را برای کار تا به روسیه برسانند. حکومت تاجیکستان اقرار کرده است پولفرستی مهاجران در سال گذشته کم شده است. خوب بینندگان عزیز، تفصیلات برای خودگیری و انتقال ساختمانچیان به روسیه را ما فردا مفصل در برنامه برای شما خواهیم گفت. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید. نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. یادتان عزیزان نرود که فردا همه شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. تا اون دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.